2 قدم مانده به خندیدن برگ، یک نفس مانده به ذوق گل سرخ. چشم تو چشمی بهاری دیگر، تحفه‌ای یافت نکردم که کنم هدیه‌تان. یک سبد عاطفه دارم. هزاران درود فراوان به همه شما دوستان عزیز، شمایی که همواره 1 سال با کانال کیمیا شو همراه بودید و با لایک ها و کامنتاتون انرژی مضاعفی به بنده دادید که بتونم در خدمت شما باشم. هر آن چیزی رو که تا الان خودم کسب کردم رو با شما دوستان شیر کنم. این آخرین فیلمی هستش که در سال 1401 به سمع و نظرتون میرسه و کم کم آماده میشیم برای سال جدید، سالی پر از تغییر و فراوانی و وفور نعمت. و اینکه همونجوری که در برنامه‌های گذشته که در این 1 سال در خدمت شما بودم صحبت کردم، همه اتفاقات خوبی که قراره برای ما در سال 402 بیفته منوط به تغییر خود ما هستش و ما باید این تغییر رو اول برای خودمون ایجاد بکنیم و بعد انتظار داشته باشیم که اون خواسته‌ای که داریم از کائنات دریافت کنیم. پیشنهاد میکنم همونجوری که توفیق نصیب من شد 1 سال در خدمت شما دوستان باشم، در موارد بسیار زیادی صحبت کردم که همه اونا حول محور همین مسئله بود که باید تغییر رو از خودمون شروع بکنیم و اینکه خیلی هامون هم میدونیم که تغییر از خودمونه، اما نمیدونیم چجوری باید این کار رو انجام بدیم و ترتیبش رو شاید ندونیم. شاید بدونیم که چه عواملی باعث میشه اما ترتیبش رو ندونیم. که در کانال کیمیا شو سعی کردم که به همین موارد بپردازم که حالا یک مروری میکنم که تغییرات اول از باور ذهنی ما نشأت میگیره که این باور ذهنی چیزی نیست جز ضمیر ناخودآگاه که ما باید ضمیر ناخودآگاهمون رو تحت سلطه خودمون قرار بدیم، چرا که همونجوری که این ضمیر ناخودآگاه قدرتمند هستش، اما اگه به مسیر خودش بخواد ادامه بده راه درستی رو به ما نشون نمیده و ما باید کنترلش رو دست بگیریم و بدونیم که باید چجوری بهش خوراک بدیم و چجوری باید ازش استفاده کنیم. بعد از اون رسیدیم به بحث اعتماد به نفس که همه ما باید اعتماد به نفسمون رو تقویت کنیم و راه‌های تقویتش به چه صورته. و اگر خاطرتون باشه در برنامه این صحبتی کردم که حتی با کودکانمون، با فرزندانمون از ابتدای سنین پایین کلماتی رو براشون ادا بکنیم که این باور درشون تقویت بشه و در بزرگسالی بتونه کمک خیلی خوبی براشون باشه برای رشد و پیشرفتشون. اگر تا به حال برنامه‌های کیمیا شو رو دنبال نکردید، پیشنهاد میکنم که لینک هایی که بالا قرار داره و در ادامه برنامه هم قرار میدیمش و یا در قسمت پایین روی لوگو کلیک بکنید و وارد اصل کانال بشید و برنامه ها رو به ترتیب ببینید که انشالله در سال جدید با عزمی راسخ و با یک دنیا امید و اراده بریم به پیشواز تغییرات اساسی خودمون و حتی اطرافیانمون. با من همراه باشید تا در ادامه خدمتتون عرض میکنم که باید به چه صورت برای خودمون یک نظمی رو ترتیب بدیم تا خواسته هامون یکی پس از دیگری به سمتمون جذب بشه. خب همونجوری که خدمت شما عرض کردم یک مروری میکنیم به برنامه‌های کانال کیمیا شو، برنامه‌هایی که خیلی از انسان‌ها ازش غافل هستن و فقط در بیرون دنبال موفقیت میگردن و در بیرون دنبال تغییرن و فراموش کردن که تغییر از خودشون شروع میشه. اولیش باور ذهنی هستش که این باور ذهنی رو من در موردش صحبت کردم، لینکش در بالا هست. اگر اشتباه نکنم اولین برنامه این کانال بود که پیشنهاد میکنم همین لینکی که بالا هست رو بعد از اتمام این برنامه مورد بازبینی قرار بدید. بعد از اون صحبت از ضمیر ناخودآگاه کردم. چرا ضمیر ناخودآگاه؟
از اونجایی که ضمیر ناخودآگاه خیلی قدرتمند هستش، اما باید کنترلش دست خودمون باشه، چرا که اگر کنترلش دستمون نباشه ما رو به بیراهه هم خواهد برد. بعد از اون صحبتی کردم درباره این که اگر 100% میخوایم کاری رو انجام بدیم، 90%ش رو در موردش تحقیق کنیم، تبرمون رو تیز بکنیم و بعد اقدام بکنیم، چرا که اون 90% اون 10% رو کاملا تضمین میکنه. صحبت دیگه ای کردم درباره نفوذ کلام که کلام ما بسیار نافذ هستش، همون جوری که ورودی های ذهنی ما از همین کلام نشأت میگیره و همین کلام هستش که در ذهن ما آروم آروم نهادینه میشه و اون رو منتقل میکنه به ضمیر ناخودآگاهمون. حتی یک برنامه انیمیشنی رو به شما در یکی از برنامه‌هام پیشنهاد کردم که ببینید که درباره ضمیر ناخودآگاه هستش، لینکش در بالا هست، اون رو هم مورد بازبینی خودتون قرار بدید در انتهای این برنامه. و همه این صحبت‌های من حول محور همین بود که انشاءالله با امید خدا در سال جدید از ابتدای سال بتونیم چرخ زندگیمون رو که شامل 8 مورد هستش به چرخش در بیاریم و موفقیت فردی و جمعیمون رو لمس کنیم. همونجوری که در تصویر دارید می‌بینید یک 8 ضلعی من کشیدم و از شعاع این 8 ضلعی به سمت بیرون اعداد 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 و 10 رو قرار دادم. به این خاطر هستش که به خودمون بابت این 8 ضلع نمره بدیم. پیشنهاد میکنم که این 8 ضلع رو برای خودتون ترسیم کنید روی کاغذ و در قسمت بالا همونجوری که در تصویر میبینید بنویسید کار و درآمد مالی، در ضلع بعدش بنویسید عشق و عاطفه و در قسمت بعدش خانواده و بعدیش تفریح و سرگرمی، ضلع بعدش یادگیری و رشد و ضلع بعدش معنویت، ضلع بعد دوستان و ارتباطات و ضلع آخرش سلامتی. اینو چرا من اینجوری ترسیم کردم؟ به این دلیل که شما بیایید به خودتون نمره بدید، بگید از 0 تا 10 بابت کار و درآمد مالیم چه نمره ای رو به خودم میدم، درباره عشق و عاطفه چه نمره ای رو به خودم میدم، خانواده همینطور، تفریح و سرگرمی همینطور، یادگیری و رشد، معنویت، دوستان و ارتباطات و سلامتی. این به این خاطر هستش که ما زمانی که به خودمون نمره میدیم روی این ضلع‌ها باید همشون در یک نمره باشه. چرا؟ چون مثل یک چرخ باید بچرخه. فرض کنید که در ضلع درآمد و امور مالیتون عدد 5 رو دادید، در قسمت عاطفه عدد 9 رو دادید، در قسمت ارتباطات و دوستان عدد 10 رو دادید، در قسمت سرگرمی و تفریح عدد 0 رو دادید فرض، در قسمت معنویات عدد مثلا 1 رو دادید. بعد از این شما بیایید این نمره ها رو به هم دیگه همونجوری که در عکس بعدی میبینید نمره ها رو به هم متصل کنید و ببینید آیا شبیه یک چرخ هست یا نه. اگر شبیه چرخ میبینیدش که عالیه، همین رو ادامه بدید و سعی کنید که باز هم در موردش مطالعه داشته باشید و این رو تقویت کنید. اما اگر میبینید که یکیش عدد 9، یکیش عدد 6، خب این دیگه از حالت چرخ در اومده. این برای شما مشخص میکنه که در چه زمینه‌هایی شما الان ضعف داری و باید اونها رو تقویت کنی. که تمام تلاش این کانال هم همین هستش که اگر کسی این چرخش به درستی نیست، این چرخ رو کاملا مثل یک چرخ باد کرده همه نمره 10 رو بگیرن و این خط کامل عدد 10 رو به خودش بگیره. و خوشحال میشم که قبل از اینکه به سال جدید برسیم کامنت های شما رو بخونم و نظراتتون رو درباره این یک سالی که در کنار هم بودیم ببینم. همونجور که خدمت شما عرض کردم تمام تلاش این کانال این هستش که اطلاعاتی رو شیر بکنم که خیلی از ماها به دلیل اینکه خیلی دسترسیمون بهش راحته اما به خاطر همین مسئله جدیش نگرفتیم و یا شاید هم
نمیدونستیم که این مسائل میتونه چقدر برای ما مفید باشه. ما به جای اینکه بیرون دنبال بحث امور مالیمون بگردیم، معنویاتمون بگردیم، همه اینها در خود ما هست که میگه ای برادر تو خود اندیشه‌ای، مابقی خود استخوان و ریشه‌ای. همه ما تمام وجودمون ذهنمونه و اگر بتونیم این ذهنمون رو در دستمون بگیریم، قول بهتون میدم که موفقیت رو خواهیم دید. امید دارم که سال 402 یک سال بسیار خوب برای تک تک ما باشه. اگر از این نوع برنامه‌ها راضی بودید به دوستانتون هم پیشنهاد بکنید. اگر تا الان سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید و دکمه زنگوله رو به صورت آل قرار بدید تا نوتیفیکیشن برنامه‌ها رو به شما اعلام بکنه. و نظری اگر دارید برای هر چی بهتره انتقال این اطلاعات، خیلی خوشحال میشم که از شما هم یاری بگیرم. شاد و پیروز و سربلند باشید. تا درودی دیگر، بدرود.